مشتری رو داری با دستای خودت فراریش میدی با این 5 تا کاری که داری انجام میدی. فکر میکنی خوبه ولی خوب نیست. داری خودتو ورشکست میکنی. تخفیف میدی بدون دلیل. مشتری فکر میکنه تو به هر قیمتی شده میخوای فقط محصولتو رد کنی بره. محصولت حتما یه ایراد و اشکالی داره. یا نباید تخفیف بدی یا باید با دلیل تخفیف بدی. یا تخفیف به صورت هدیه و اشانتیون باشه. یادت باشه اصرار نکنی روی فروش. باید بی‌تفاوت خودتو نسبت به فروش نشون بدی. این باعث میشه محصول یا خدماتتو جذاب‌تر به نظر برسه. هیچ وقت پرحرفی نکن، سوال بپرس. مشتری‌ها از فروشنده پرحرف متنفرن. سوال بپرس، بذار مشتری بیشتر حرف بزنه و مسیر فروش رو مشتری مشخص بکنه. پشت سر رقبا حرف نزن، بگو همه خوبن. فکر میکنی پشت سر رقبا صحبت کنی اونا رو میاری پایین، در صورتی که این شخصیت تویی که پیش مشتری داره میاد پایین. بگو ما پشت سر رقبا اون اصلا صحبت نمیکنیم، همشون خوبن. نکته بعد، صمیمیت بیش از اندازه ایجاد میکنی با مشتری. خیلی از مشتری‌ها بعدشون میاد فروشنده سری باشون پسرخاله بشن. مرز رو مشتری مشخص میکنه، مرز صمیمیت. هر چقدر مشتری با تو صمیمی شد اجازه داری به همون اندازه باهاش صمیمی بشی. اگه دوست داری مشتری‌ها عاشقت بشن، همین الان کامنت کن برای من نوازش‌های ثروتساز تا پی دی اف کتاب نوازش‌های ثروتساز که 5مین کتاب من هست رو به صورت رایگان و هدیه در اختیارت قرار بدم. راستی همین الان چک کن ببین منو فالو داشته باشی، این آموزش‌ها رو از دست ندی، گمم نکنی.